یکی دیگه از آیین‌های نوبان به فن قادری یا فن القادری معروفه که در خلیج فارس اجرا میشه. بیشتر اشعار این بحر اشاره به شیخ این آیین یعنی عبدالقادر داره. عبدالقادر نه تنها در خلیج فارس که در بسیاری دیگر از مناطق اطراف و پیرامون خلیج فارس همچون پاکستان، افغانستان، حتی در آفریقا، سودان، هند هم شناخته شده است و در وصف او اوراد و ترانه‌هایی در آیین‌های مشابه اجرا می‌کنه. اما واقعا عبدالقادر کیه؟ اگر یک نگاه اجمالی به تصوف و دراویش قادری بندازیم، می‌بینیم که عبدالقادر گیلانی عارف صوفی، محدث و شاعر ایرانی سده 5 و 6 هجری قمری است.